خیلی‌ها فکر می‌کنن برای اقتصادی که الان داریم هیچ جایگزینی وجود نداره. انگار که این تنها راه ممکنه. اما اینطور نیست. توی این برنامه قراره با هم یکی از قدرتمندترین آلترناتیوها رو بررسی کنیم. اقتصاد نوین که دیوید کورتن مطرحش کرده. بیایید ببینیم این طرح دقیقاً چیه و چطور میتونه همه چیز رو تغییر بده. خب، کورتن بحث رو با یه درس خیلی کلیدی شروع میکنه. میگه اگه میخوای یه مشکلی رو حل کنی، باید بری سراغ ریشش. به نظر اون این بحران‌های زیست محیطی، نابرابری‌های شدید اجتماعی و حتی اضطراب‌های روزمره ما، اینا فقط علائم بیماری هستن. مشکل واقعی خود اون سیستمیه که داره این علائم رو تولید میکنه. کورتن میاد و چالش اصلی ما رو توی یک انتخاب خیلی ساده و اساسی خلاصه میکنه. ما بین دو راه قرار گرفتیم. اقتصاد خودکشی در برابر اقتصاد زنده. اولی هدفش خدمت به پوله و آخرش ما رو به فروپاشی میرسونه. دومی هدفش خدمت به زندگیه و دنبال سلامتی کل سیستمه. سوال اصلی اینه: ما کدوم مسیر رو میخوایم انتخاب کنیم؟ بسیار خوب. اول بیایید با هم مسیری رو بررسی کنیم که به گفته کورتن ما همین الان در اون قرار داریم. مسیری که انگار از اول برای نابودی خودش طراحی شده. حالا چرا اسمش خودکشیه؟ چون این سیستم برای به دست آوردن سود مالی داره به خود زندگی پشت میکنه. در واقع داره همون پایه‌های اجتماعی و زیست محیطی رو نابود میکنه که برای بقای خودش بهشون احتیاج داره. یه جورایی مثل اینه که شاخه‌ای که روش نشستی رو خودت اره کنی. به گفته کورتن، کل این مسیر خود تخریبگر ریشش توی دو تا اشتباه اساسی در طراحیشه. یکی از این خطاها فرهنگیه، یعنی در ارزش‌های ماست، و اون یکی ساختاریه، یعنی در نهادهای ما. بیایید این دوتا رو با هم باز کنیم. اشتباه اول یه جورایی خطای ذهنی و فرهنگیه. به ما یاد دادن که موفقیت یعنی پول بیشتر، یعنی اعداد بزرگتر روی صفحه نمایش، و ما با ارزشترین چیزی که داریم، یعنی همون انرژی حیاتی خودمون رو داریم صرف چیزی میکنیم که در نهایت فقط یک عدد انتزاعیه. و اشتباه دوم کاملا ساختاریه. ببینید، اهداف یه شرکت بزرگ جهانی ذاتاً با نیازهای یه جامعه محلی در تضاده. شرکت دنبال حداکثر سود در کوتاه‌ترین زمانه، در حالی که یه خانواده یا یه جامعه دنبال امنیت، پایداری و رفاه بلند مدته. این دوتا نگاه اصلاً با هم جور در نمیان. اما خبر خوب اینه که کورتن میگه یه راه دیگه هم هست. یه سیستم کاملا متفاوت که هدفش پول نیست بلکه خود زندگیه. خب این جایگزین چیه و چه شکلیه؟ این اقتصاد زنده روی 3 تا ستون اصلی بنا شده که اصلاً از هم جدا نمیشن. دقیقاً مثل پایه‌های یه صندلی 3 پایه. اگه حتی یکیشون هم نباشه، کل ساختار فرو میریزه. سلامت اکوسیستم، رفاه برای همه و یک دموکراسی واقعی و زنده. و نکته واقعاً جالب اینجاست که این یه مدل تخیلی و آرمان شهری نیست. اصول طراحیش مستقیما از دل طبیعت و سیستم‌های زنده واقعی بیرون اومده. در واقع این اقتصادیه که سعی میکنه مثل یه اکوسیستم سالم و پایدار عمل کنه. خب حالا برای اینکه از اون سیستم قدیمی به این اقتصاد جدید برسیم، کورتن میگه ما باید 4 تا ستون اصلی سیستم قبلی رو برداریم و با ستون‌های جدید جایگزین کنیم. یعنی یه جور بازسازی کامل از پی و بنیان. اولین و شاید مهمترین ستون داستانه. روایتیه که ما برای خودمون تعریف میکنیم. باید از داستانی که پول رو مقدس میدونه بریم به سمت داستانی که زندگی رو مقدس میدونه. چون باور کنید یا نه، این داستان‌ها هستن که دنیای ما رو میسازن. دومین ستون خود علم اقتصاده. به جای این اقتصاد ثروت خیالی که فقط به اعداد و ارقام روی کاغذ نگاه میکنه، ما به یه اقتصاد ثروت واقعی احتیاج داریم. ثروتی که سلامتی آدما و سیاره رو در نظر بگیره. ثروت واقعی یعنی هوای پاک، آب سالم، جوامع قوی، نه فقط موجودی حساب بانکی. ستون سوم قانونه. سیستم حقوقی ما باید عوض بشه. باید از سیستمی که به شرکت‌ها حقوقی بیشتر از آدم‌ها میده به سمت قانونی بریم که از زندگی و طبیعت محافظت میکنه. یعنی اولویت رو بدیم به چیزی که واقعاً برای بقای ما حیاتیه.
و ستون آخر چهارمی دموکراسیه. باید این مفهوم دموکراسی پول رو که توش هر کس پول بیشتری داره، صدای بلندتری هم داره، کنار بذاریم و به سمت یک دموکراسی زنده و واقعی حرکت کنیم، جایی که قدرت واقعا دست مردمه، نه پول. خب اینا همه عالیه، ولی سوال بزرگ اینه این تغییر عظیم چطوری قراره اتفاق بیفته؟ از کجا باید شروع بشه؟ آیا باید منتظر یه قهرمان باشیم؟ جواب کورتن خیلی روشنه. منتظر نباشید که این تغییر از بالا بیاد از طرف دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ. این تحول از دل یه جنبش جهانی و مردمی بیرون میاد، از آدم‌هایی مثل خود ما که دارن آجر به آجر این سیستم جدید رو از پایین به بالا میسازن. یه نقل قول معروفی هست که میگه ما راه رو با راه رفتن میسازیم. یعنی هیچ نقشه از پیش تعیین شده و کاملی وجود نداره. ما خودمون با هر قدمی که برمی‌داریم، با هر انتخابی که می‌کنیم و با هر مکالمه‌ای که داریم این مسیر جدید رو خلق می‌کنیم. و در نهایت کورتن بحث رو با یه سوال خیلی قدرتمند تموم میکنه که مستقیما به خود ما برمیگرده. این سیستم قدیمی با انرژی زندگی من و شماست که سر پاست. این یعنی قدرت واقعی دست ماست. سوال اینه ما هر روز انتخاب میکنیم که این انرژی رو صرف چی کنیم؟ انتخاب با خودمونه.